بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به قسمت پنجم از داستان ام سلیم بنت ملحان، به عبارتی مادر انس بن مالک، این بانوی بزرگوار. در قصه جلسه قبل به اونجا رسیدیم که ایشون وقتی فرزند خودش رو ابا امیر رو از دست داد، در حالی که پسر کوچکی بود که مورد توجه خودش و پدر بود و میشه گفت شیرینی زندگیشون بود و پدر ناراحت بود و از خونه خارج شده بود به خاطر بیماری فرزند، به مسجد رفته بود. حالا این فرزند مرد، چگونه ایشون برخورد کرد و چه رفتاری داشت که کاملا شگفت انگیز بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی شوهر تعریف کرد که با چنین بردباری ام سلیم برخورد کرده، فرزندش رو مثلا روشو پوشونده، به من هیچی نگفت، من اومدم به من غذا داد، خوابیدم، استراحت کردم، بعد منو در جریان گذاشت، طوری که من اصلا متوجه نشدم. پیامبر گفت خدا رو شکر که در امت من هم زن صابری هست، مثل اون چه که در امت بنی اسرائیل بود که در برابر مصیبت ها و سختی ها صبر و بردباری داشت. و اشاره کردیم به این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اومد خونه ام سلیم و ام سلیم براش بالاخره خرما آورد، براش مثلا نوشیدنی یا اندوقی یا کشک چیزی آورد، روغنی. پیامبر گفت اینا رو بذاری سر جاشون و من روزم. و بعد رفت گوشه خونه نماز خوند، نماز نافله‌ای، و دعا کرد. ام سلیم گفت یا رسول الله، برای این انس هم که خدمتکارت هست، برای این هم دعا کن. میگه هر چه دعاهای خیر دنیا آخرت بود رو پیامبر برای من نقل کرده و میگه که بیشتر از اون چه که حتی ما انتظار داشتیم پیامبر برای ما دعا کرد. ام سلیم مازاد بر همین صبر و حکمت و بالاخره ایمانی که داشت، زن با خردی هم بود، دارای یعنی تصمیمی عاقلانه بود. یعنی وقتی در مشکلی قرار می گرفت با ذکاوت، با دقت، یعنی میشه گفت دارای یک دوراندیشی ویژه‌ای بوده، فراست خیلی ویژه و اخلاق خیلی خاصی بود. مازاد بر همینا نسبت به حفظ علم، یاد گرفتن علم، روایات پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی توجه داشت. اگه در چیز مسئله مواجه میشد، مشکل داشت، سوال میکرد. نیا کنید یکی از ویژگی های یک فردی رو که نیا کن، فردی که خجالت بکشه علم یاد نمیگیره، فرد متکبر علم یاد نمیگیره. ایشون ویژگی های یک طالب علم واقعی رو داشت. میگه که از این موارد نقل شده که ام المؤمنین عایشه میگه نعم النساء نساء الانصار. ام المؤمنین عایشه چی میگه؟ میگه بهترین زنان زنان انصارن. چرا؟ لم یکن یمنعهن الحیاء، حیا و خجالت، بالاخره شرم و حیا که هر زنی داره، مانع از این نمیشه ان یسألن عن الدین و یتفقهن فیه، مانع از این نمیشه که برن دین رو یاد بگیرن و در اون فقاهت به دست بیارن. چون نیا کنید در مسائل دین دیگه شرم و حیا وجود نداره، حقیقته. حالا برخی ممکنه بالاخره سوء استفاده بکنن، حالاتشون، نگاهشون، میبینید دیگه متاسفانه انسانهای فرصت طلب و رمالها و دعانویسا و آخوندها و واعظان شیطان صفتی هستن که با نام دین این کار رو میکنن. اما حقیقت اینه که در فهم دین باید انسان کاملا ذکاوت داشته باشه و با جدیت برخورد بکنه. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ام سلیم امور دین و عبادت رو یاد میداد. یکی از این مواردی که نقل شده، امام انس بن مالک برای ما نقل میکنه رضی الله عنه، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله بالاخره اومد از ام سلیم سر زد، خونه ما سر زد، دیدن خونه ما اومد، فصلا فی بیتها، در خونه ام سلیم نماز خوند، صلاتا تطوعا، نماز نافله. و قال، و گفت یا ام سلیم اذا صلیت صلاة المکتوبه، هر وقت تو نماز فرض خوندی، هر وقت نماز فرض خوندی، فقولی، بگو سبحان الله 10، 10 بار بگو سبحان الله، و الحمدلله 10، 10 بار بگو الحمدلله، و الله اکبر 10، 10 بارم بگو
الله اکبر، ثم سل الله ما شئت. حالا از خدا هر چیزی که میخوای بطلب. فانه یقال لك نعم نعم نعم. در این مورد به تو پاسخ داده خواهد شد، هر چی که میخوای بله بله بله. این یک سنته که ما وقتی نماز فرض رو میخونیم، اگر میخوایم دعایی بکنیم که دعامون استجابت بشه، 10 بار سبحان الله بگیم، 10 بار الحمدلله بگیم، 10 بار الله اکبر بکنیم، بعد اون دعای خودمون رو از خدا بخوایم. این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ام سلیم یاد داد و آموزش داد و خب ایشون هم طبیعیه که جز شاگردانی است که این حقیقت رو درک میکنه. از مواردی که نشون میده که جایگاه ام سلیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم چقدر بالا بود و پیامبر چقدر به اون توجه داشت، ابن سعد نقل میکنه که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از ام سلیم سوال کرد، مال ام سلیم، یا که پیامبر به همه کارش توجه داشت. ام سلیم چی شده که لم تحج معنا الان، در این سال نمیخوای با ما به حج بیای، در این سال نمیخوای با ما حج بیای؟ ایشون فرمود یا نبی الله کان لزوجی نادحا، همسر من 2 تا شتر داره، شتری که میشه بالاخره کسی رو حمل بکنه یا کاری رو انجام بده. فاما احدهما فحج علیه، یکی از اونهاست که خب برای حج میره، و اما الاخر و دیگری رو فترکه یسقی علیه نخله، یکی دیگر گذاشته تا توسط اون نخلهای خرماش چیکار کنه؟ آبیاری کنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت فاذا کان رمضان، اشکال نداره ماه رمضان که اومد، او شهر رمضان، یا بالاخره رمضان یا ماه رمضان که اومد، فاعتمری فیه، برو تو اون موقع سعی کن حداقل عمره رو به جا بیاری، فان عمرته فیه مثل حجت، چرا که اون عمره مثل ثواب حج رو داره. او تقدیم مکان حج، حالا این رو بین علما اختلاف حالا در بحث این روایت هم هست، ولی بحث ثواب حج رو داره. در روایت دیگه میگه که عمرت فی رمضان تجزی که حجت معی، اگه در رمضان توی عمره بکنی به اندازه اون حجی که با من بودی تو رو میتونه کفایت بکنه. و این نشون میده توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون و مواردی که وجود داشته. این جالب، نکته خیلی زیبایی که بدونید آخه این توجه و نگاه ها که وجود داره در این مورد. انس بن مالک میگه ام سلیم با همسران پیامبر بودند و بالاخره کاروان شترهای اینها رو داشت حمل میکرد. پیامبر رو به اون کسی که این شترها رو میکشید، مثلا مهار اونها رو داشت میبرد، میگفت که اسمش انجشه بود، گفت انجشه رویده، تون نبر اینها رو، چون میدونی گاهی رسم داشتن اینا مثلا اهدیه میخوندن، شترها مثلا سریعتر حرکت میکردن. سوق کبل قواریر، این باریدی که تو داری اینا مثل شیشه شکنندن. نگاه کنید توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو نسبت به زنان، نسبت به ملاطفت نسبت به اونها، نسبت به حقوق اونها. و متاسفانه ما میگیم در عصر و زمانی افتادیم که عدم آگاهی ما نسبت به حقیقت خیلی از موارد رو از ذهن مردم دور کرده و مردم متوجه نیستن. اما نگاهی بکنیم به شجاعت و جهاد ام سلیم. ایشون هم خب طبیعتاً همچنان که یک همسر صالح و نیکی است، همچنان یک زن، یک مادر مهربانی هست، اهل عبادت، اهل زهد، اهل بخشش، اهل کرم، همه اینها رو بذاریم کنار، ببینیم ایشون در میدان جهاد آیا از ایشون چیزی در تاریخ نقل شده؟ میگه این بله، ایشون هم مثل سایر زنان مسلمان در میدان جهاد نقش جهادی داره، کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضور داره در میدان جهاد. و امام طبرانی از ام سلیم نقل میکنه که میگه کان رسول صلی الله علیه و سلم یغزو، پیامبر به غزوات میره برای جنگ ها، معه نسبت من الانصار، و خب تعدادی از زنان انصار با ایشون بودن. فنسقی المردا، ما بیماران رو آب نوشیدنی میدادیم، آب میدادیم، و نداوی الجرحا یا جرحا، اونایی که زخمی شده بودن اونها رو چیکار میکردیم؟ مداوا میکردیم. انس نقل میکنه. خب نیا کنید این تصاویر رو فقط داشته باشید. من میخوام بگم ببینید برخی نسبت به اسلام، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حقیقت دین یک تصوری دارن، غافل از این که حقیقت این گونه نبوده که امروز میگم که حتی برخی از مساجد درها رو متاسفانه برای زنها بستن که زنها نمیتونن نماز بخونن. من شاهد بودم، یک مسجد بزرگی بود که زنی تو مطب پزشکی بود، از مطب پزشک اونجا موقع نماز مغرب شده بود، ایشون ناچارن اومده بود کنار دیوار اون مسجد داشت نماز میخوند. خب این دردآور هست. تاریخ‌ها رو داشته باشید، متاسفانه ما حقیقت رو نمیفهمیم. انس رضی الله عنه نقل میکنه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جنگ میرفت با ام سلیم و زنان انصار که باهاش بودن، و این زنان انصار
به مجاهدان آب میرسوندن و زخمی ها رو مداوا میکردن. امام ذهبی نقل میکنه که ام سلیم در جنگ حنین، جنگ احد، با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مجاهدان همراه بود و از بزرگترین بانوان مجاهد عصر پیامبر بود. محمد ابن سیرین که تابعی بزرگوار هست میگه ام سلیم با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه احد همراه بود و یه خنجر هم همیشه با خودش داشت و تصاویر خیلی زیبایی هست از این میدان نقل شده در غزوه احد. میگه ام سلیم در روز غزوه احد، خب ایشون این نبود که فقط تو خونش بنشینه که تماشاگر باشه، ایشون هم در اون میدان جنگ احد بالاخره آب میرسونده به مجاهدان و زخمی ها رو مداوا میکرد و خب میگه 4 نفر از مسلمانان، خوب معذرت میخوام، 14 نفر زن میگه بودن باش همراه بودن که این زنها آب رو می آوردن، نوشیدنی رو می آوردن و پشتشون میذاشتن مشکای آب و بالاخره و زخمی ها رو غذا میدادن و مداوا میکردن. که این زنان کیا بودن؟ سیده نساء عالمین حضرت فاطمه رضی الله عنها بودش، دختر پیامبر، صدیقه بنت صدیق ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هست، حمنه بنت جحش، ام ایمن، ام عماره و دیگران و همین ام سلیم که گفتیم. ببینید این تصاویر رو فقط داشته باشید، من فقط میخوام این تصاویر براتون باز بشه. کعب ابن مالک میگه من ام سلیم رو دیدم، دختر ملحان و عایشه رو که بر پشت خودشون مشکهای آب رو حمل میکردن در روز جنگ احد. و خب اینها یک واقعیتیه که امروز کاش ما این رو درک میکردیم و میفهمیدیم و این صحنه ها رو و از این برکاتی که وجود داشته. خلاص امام بخاری مسلم در صحیح خودشون نقل میکنن باز از انس بن مالک که میگه لقد رأیت عایشه بنت ابی بکر و ام سلیم، که من عایشه بنت ابوبکر و ام سلیم رو دیدم و انهما لمشمرتان، که لباسهاشون رو محکم به بدنهاشون پیچیده بودن، چون این لباس زنها گشاده ولی لباسهاشون رو مثل یک رزمنده بسته بودن دور بدنشون محکم. ارا خدم سوقهما تنزفان تهرولان قرب علی متونهما، که اونها چیکار میکردن؟ زخمی ها رو کمک میکردن، شتابان بهشون آب میرسوندن و این آبها رو پشت خودشون حمل میکردن و آب رو میریختن به دهان زخمی ها و تشنه هایی که بودن و دوباره برمیگشتن، دوباره آب میکردن، میومدن تا کمک رو برسونن به مجاهدان. تا همینجا داشته باشید، ادامه داستان رو تا بتونیم در جلسه بعد با هم بخونیم. تا اون جلسه دیگه خدا یار و نگهدارتون.